ذکر ابراهیم خواص رضی الله عنه. گفت در بادیه یک روز به درختی رسیدم که آنجا آب بود. شیری دیدم عظیم که روی بر من نهاد. حکم حق را گردن نهادم. چون نزدیک من رسید میلنگید، بیامد و در پیش من بخفت و مینالید. بنگریستم، دست او آماس گرفته بود و خوره کرده بود. چوبی برگرفتم و دست او بشکافتم تا تهی شد و از آنچه گرد آمده بود خرقه بر وی ببستم و برخاست و برفت. و ساعتی بود می آمد و بچه خود را همی آورد و ایشان گرد من همی گشتند و دنبال می جنباندند و گرده ای آوردند و پیش من همی گذاشتند. و گفت جنگ کردن با خردمندان آسان‌تر است که حلوا خوردن با بی خردان. تذکرة الاولیا.